اصل اول فیزیک مطلق نور وجود بخش خدا، حقیقت واحد ریاضی، هندسی و کلامی تمام پدیده های جهان چیست؟ هر انسان کامل و صاحب علم حقیقت با چشم بیدار دل خویش و صورت حضوری و عینی با یقین مطلق علمی، عقلی، توحیدی و تجربی می تواند ببیند و بداند که تمام پدیده های هستی در ذات خویش دارای حقیقت واحد و مطلق ریاضی، هندسی و کلامی می باشند و هر که خدا و خودش بخواهد در لوح یقین خویش حقیقت واحد و مطلق ذاتی و صفاتی خود و تمام پدیده های جهانی را که در آن زندگی می کنیم در عین و در ترسیم یکی ببیند و بشناسد. به حرف الف عدد یک و خط مستقیم نور به ترسیم اول نگاه کنید تا خود حقیقت واحد مطلب را در لوح یقین دل و در خارج از ذهن ناخودآگاه خویش به صورت حضوری و عینی ببینید تا بدانید که حقیقت ذاتی و مطلق حرف الف عدد یک و خط مستقیم در عین و در ترسیم یکی می باشد. افشا شدن حقیقت واحد و ذاتی حرف الف عدد یک و خط مستقیم در عین و در ترسیم به ما الهام می کند و به صورت واضح و روشن نشان می دهد تا با یقین کامل علمی، عقلی، توحیدی و تجربی خویش ببینیم تا بدانیم که اول الف حرف نیست، ذات حرف است و اسم اعظم خداست، یعنی حقیقت واحد ذاتی و کلامی تمام حروف و پدیده های جهان می باشد که خدا توسط کتاب اسرار وجود و اسرار خلقت تمام مخلوقات خود را در لوح محفوظ دل و فطرت کامل شما از روز ازل نوشته است. دوم، یک عدد نیست، ذات عدد است، یعنی حقیقت واحد و مطلق ذاتی تمام پدیده های جهان می باشد، زیرا عدد از وحدت سه واحد آغاز می شود و دو هم عدد نیست، جفت یک است. سوم، خط مستقیم خط نیست، ذات خط است، یعنی حقیقت واحد و ذاتی تمام اشکال هندسی و مادی می باشد که در زمان واحد و مطلق جهانی به صورت صراط المستقیم و یا پل صراط در آفاق و انفس در عین ظهور می باشد. اصل دوم فیزیک مطلق نور وجود بخش خدا، حقیقت واحد ذاتی و صفاتی زمان واحد و مطلق جهانی چیست؟ یک انسان کامل و صاحب زمان مطلق حال و خلیفه خدا در زمین با ظهور حقیقت واحد ذاتی و صفاتی نور وجود بخش خدا در لوح محفوظ دل و فطرت هدایت شده خویش می تواند ببیند و بداند که اول زمان یکی از صفات مطلق حقیقت واحد نور وجود بخش ذات بیکرانه خدا در عین ظهور می باشد که به سرعت 300,000 کیلومتر فی ثانیه در صورت و ساختمان تمام پدیده های مادی به صفت زمان واحد و مطلق حال در سراسر جهان مادی
ظاهر و آشکار می باشد. دوم، در علم حقیقت و فیزیک مطلق نور، آن واحد ظهور صورت و امواج خطوط مستقیم نور وجود بخش خدا را با سرعت 300,000 کیلومتر فی ثانیه با صورت، صفات و ساختمان فوتون‌های نوری که خشت‌های اول ساختمان جهان مادی را تشکیل میدهند به نام ازل و یا آغاز خلقت عالم مادی و زمان واحد و مطلق جهانی میشناسند. زیرا علمای علم حقیقت و فیزیک مطلق نور با یقین مطلق و کامل علمی، عقلی، قلبی و تجربی خیش میبینند و میدانند که مشیت و اراده خدا خلقت جهان مادی را با آرامش خلقت یک فوتون نوری، یعنی بدون آنکه انفجار بزرگی در کار باشد، با آرامش میلیون‌ها بار آرامتر از سقوط یک قطره آب در یک سطل آب آغاز کرده و با همان سرعت و آرامش خلقت جهان مادی را در جریان زمان واحد و مطلق حال با تغییر دادن تنها صورت ظاهر و مادی جهان ادامه داد و ادامه میدهد. اما متاسفانه علمای فیزیک تا کنون در بیخبری کامل است آغاز خلقت جهان مادی و آغاز زمان واحد و مطلق حال تحت تاثیر نظریه کاملا خیالی